مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنی میگه که منم داشمی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. امروز میخوام یک موضوع خیلی مهم و جنجالی و البته به درد بخور رو بهتون بگم، چون سوال پرتکراری بود. خیلی راجع به آینده قیمت یورو و دلار سوال میکردن، آینده قیمت مسکن، طلا و موضوعات مختلف. و بعضا وقتی آدم میشینه پای صحبت‌های کارشناسان امر و کسانی که توی این قضیه تخصص دارن، اینقدر پیچیده و عجیب و غریب و با ادبیات قلمبه سلمبه و نمیدونم ادبیاتی که نشون بدن تحصیلاتشون در حد دکترا و فوق دکترا هستش، اصلا مردم عادی که باید توی این شرایط برای پولشون تصمیم بگیرن متوجه نمیشن خیلی هاشون اینا دارن چی میگن. نه اینکه مردم بی سواد باشن، نه اینا خیلی قلمبه سلمبه صحبت میکنن. امروز میخوام خیلی به زبون ساده خودمونی، به اصطلاح خودمون لوری، حالا چون ما بیا رگمون به اونوری میخوره، رگمون هم به کردا میخوره، ساده ایگومتون که داستان چیه. راجع به قیمت مسکن و طلا باید بگم، میدونم شاید خبر بدی باشه، اما قیمت مسکن و طلا تا چند ماه آینده، یعنی بین 3 تا 5 ماه آینده، معمولا بعد از عید و اردیبهشت ماه که توی فصل خرید و فروش هستش، یه مقداری حالا مدارس تموم میشه و میخوان مردم جابجا بشن، ما شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود. یعنی شما شک نکنید که قیمت مسکن 50 تا 60% افزایش پیدا خواهد کرد به راحتی آب خوردن. فکر نکنید من الان اینجا مثلا رفتم یه دلول تریاک کشیدم این اومدم، نه، حالا دلیلش هم جلوتر بهتون میگم. قیمت طلا هم همینطور، یعنی این اتفاق براش خواهد افتاد. برخلاف بازارهای جهانی که قیمت طلا به نسبت ثابت خواهد بود، اما ما در ایران شاهد افزایش قیمت طلا خواهیم بود. پس شما اگر توی ایران سرمایه گذاری بکنید روی طلا و روی مسکن، عملاً پولتون ارزشش حفظ میشه، شما سودی نمی کنید. چون یه عده فکر میکنن که الان خونه‌ای که خریدن 2 میلیارد، 5 میلیارد، 10 میلیارد، اگر 3 ماه دیگه بشه 20 میلیارد، 10 میلیارد سود کردن. نه عزیز من، شما ارزش پولت حفظ شده و این پوله که بی ارزش شده. این پراید نیست که شده 300 میلیون تومان، این 300 میلیونی که ارزشش اندازه یک پراید شده که اونو میکنن تو پاچه ملت. شاید افزایش قیمت ملک که گفتم هستیم، طلا هم هستیم، خودرو هم افزایش پیدا میکنه قیمتش و خیلی از اجناس سال آینده 20 تا 30% افزایش قیمت دارن. بعد یه عده به من میگفتن که خب حالا این افزایش قیمت اگه اتفاق بیفته ما چیکار کنیم؟ عزیز من، شمایی که دلار از 3000 تومان شد 28000 تومان، شد 38000 تومان و حالا که شده 48900 تومان و نزدیک 50000 تومان هستش، هیچ کاری نکردی و اعتراضی نکردی و نشستی تو خونه‌ات و خیلی شیک و مجلسی داری زندگی میکنی، دلار هم که بشه 100000 تومان هیچ کاری نمیکنی و میشینی تو خونه‌ات. یعنی یه عده فکر میکنن اتفاق خواهد افتاد. اگر تو الان کاری نکردید، از الان بعد هم هیچ کاری نمیکنید. خودتون راحت و به راحتی آب خوردن این دولت هستش که دستشو توی جیب ملت میکنه، چند نفر رو بازداشت میکنه اگه اعتراض بکنن، چند نفر رو اعدام میکنه اگه اعتراض بکنن و همچنان به مسیر چپاول، دزدی و غارت پول ملت ادامه میده. خب حالا چرا این افزایش قیمت اتفاق میفته؟ برای ملک و مسکن رو میگم. ببینید قیمت ملک الان 2-3 ماهی هستش تقریبا ثابته، یعنی افزایش قیمتی نداشتیم. اگه داشته باشیم خیلی کم بوده، مثلا متری 100000 تومان، 50000 تومان ما اگر حالا خیلی باشه افزایش قیمت داشتیم. این در حالی هستش که قیمت یورو در طول تقریبا 1.5 ماه گذشته، 2 ماه گذشته، از 28000 تومان رسیده به 48000 تومان، یعنی تقریبا 20000 تومان گرونتر شده.
تقریبا یورو داره میرسه به اینکه 2 برابر بشه در کمتر از 6 ماه ارزشش، یعنی افزایش قیمت خواهد داشت، یعنی یه افزایش قیمت 100%. طبیعتاً با افزایش قیمت دلار خیلی از کالاها به نسبت افزایش قیمت دلار افزایش پیدا می‌کنن، چون واقعا یه عده نمیدونن که دلار چه تأثیری تو زندگیشون داره. واقعا سوال میکنن، شاید باورتون نشه، اما من برام دایرکت اومده، برام پیام اومد که آقا دلار چه ربطی تو زندگی ما داره؟ خب دلار اصلا بشه 100,000 تومان، ما که داریم تو ایران به ریال معامله میکنیم. بله الان بهت میگم چه تأثیری تو زندگیت داره. اول از اون پراید شل شخمی شروع میکنم که دارم میدنش به مردم 300 میلیون تومان. یه 2-3 تا قطعه و کیت الکترونیکی توی پراید هست که فکر میکنم همون مغز متفکر اون پراید شل شخمیه، یعنی مثل کامپیوتر اون پراید میمونه. اون کیت رو ایران از خارج از کشور میخره، بعضا از چین این کیت رو براش تولید میکنن. خب این کیت رو چین با تومن با ایران معامله نمیکنه، با دلار و یوان چین معامله میکنه. هر چقدر افزایش قیمت دلار داشته باشیم، اون کیت، یعنی پرایدی که اون موقع 6 میلیون تومان بود، اون کیت مثلا 2 میلیون تومان پولش بود. یعنی همه ماشین یه طرف، اون کیت یه طرف، 1 میلیون تومان پولش بود. خب به نسبت افزایش قیمت دلار، خب اینا باید پول بیشتری بدن برای خریدن اون کیت الکترونیکیه. کیت اینجوری شبیه چیز دیگه شد. باید پول بیشتری بدن اون کیت رو بخرن. خب وقتی پول بیشتری بدن، اونورم دلار پهنا میکنن تو پاچه ملت. خیلی هم انحصاری این قضیه رو دستشون گرفتن توی اون مملکت، اومدن ایران خودرو و سایپا بارها و بارها هم راجع به این قضیه صحبت کردیم، به صورت انحصاری و مافیایی وصلن به چند تا از نهادهای مختلف، از سپاه و جای مختلف هم که بگیری داخلشون هست، توی هیئت مدیره و جای مختلف، و واردات تمام ماشین ها رو به کشور ممنوع کردن مگر اون ماشینایی که وصل باشه به اون دوم کلفتا، و پراید و سایر آتو آشغالا رو میکنن تو پاچه ملت. یه قلمه به شما بگم، در سری آخری که ثبت نام کردن برای خودروهای ماشین، ودیعای پولی که مردم گذاشته بودن برابری میکرد با ارزش سهام کل ایران خودرو و سایپا. یعنی اون پولایی که به عنوان ودیعه گذاشته بودن برای ثبت نام و این چیزا، این مردم خودشون اگه پولاشون رو جمع بکنن، 4 تا کارخونه مثل اینم بزنن. اما اون سیستم مافیایی و دیکتاتوری جوری اونجا وایساده که همیشه داره میزنه تو سر ملت و همیشه داره میکنه تو پاچه ملت. این برای افزایش قیمت خودرو. بقیه خودروها هم همینطوریه دیگه، چون یه سری کیتاشون وارد کشور میشه. خودروی کاملا ملی تو کشور نداریم. تمام خودروهایی که تو کشور وارد میشن، بعضی از کیت‌های الکترونیکشون و بعضی از قطعاتشون از خارج از کشور میاد. پس قیمت دلار روی قیمت ماشین تاثیر میذاره. وقتی قیمت خودرو در طول 2 ماه گذشته ثابت بوده، در صورتی که قیمت دلار افزایش 20,000 تومانی داشته، یعنی یک افزایش 70% داشته، خب طبیعیه که مدیران ایران خودرو و سایپا هم اون افزایش 70% رو در طول ماه‌های آینده اعمال میکنن روی قیمت خودروهاشون، اما پلکانی و نه یک دفعه. اول چربش میکنن، بعد یه ذره میکننش تو پاچه ملت. پس اون افرادی که میان میگن که آقا قیمت خودرو چجوری افزایش پیدا میکنه، با همین تکنیک وقتی من میام استوری میذارم میگم آقا قیمت خودرو تا 4 ماه دیگه افزایش پیدا میکنه، چون این سیاست دولت هستش که اون افزایش 70% قیمت دلار رو اعمال کنه روی قیمت خودروهاش. همین قضیه و همین سناریو برای قیمت ملک هم وجود داشته. در طول 20-30 سال گذشته رابطه مستقیمی بین قیمت دلار و قیمت مسکن وجود داشته، یعنی رابطه 1 به 1 وجود داشته. سال 97 وقتی قیمت دلار 4200 تومان بود و شد 18,000 تومان، اگه یادتون باشه همین 3-4 سال پیش بود که دلار از 4200 تومان شد 18,000 تومان، که ارز جهانگیری اومد گفت آقا ما ارز جهانگیری میدیم همون 4200. قیمت دلار 4-5 برابر شد. قیمت هر خونه از متری 10,000 تومان به متری 32,000 تومان افزایش پیدا کرد. یعنی قیمت دلار 3 برابر 4 برابر شد، قیمت مسکن هم 3-4 برابر شد. یعنی کاملا 1 به 1 افزایش پیدا کرد. ولی به مرور این اتفاق افتاد، یعنی به مرور 5-6 ماه این اتفاق افتاد. الانی که قیمت دلار 70% افزایش پیدا کرده، به مرور در طول 6-7 ماه آینده قیمت مسکن هم 60-70% افزایش پیدا میکنه. پس شمایی که میگی من پول نقد دارم بخوام برم سرمایه کجا بکنم،
تو ملک و املاک میتونی سرمایه گذاری بکنی، اما ارزش پولت فقط حفظ میشه، شما سودی نمی کنی. این از من همیشه البته طلا رو پیشنهاد میکنم به جای ملک و املاک. طلا همیشه طلای آب شده یا طلاهایی که اجرت ندارن، یعنی سعی کنید اگر میخواید حالا سود هم بکنید به نسبت، سعی کنید طلا بخرید. برای افزایش قیمت طلا هم همینطوری هستش. ما افزایش قیمت طلامون با بازار جهانی بالا پایین نمیشه، با اون تاثیرگذاره، اما در ایران قیمت طلا هم تاثیرگذاره، چون ما اگر ببخشید قیمت دلار، چون بر اساس قیمت دلار و قیمت بازار جهانیه که ارزش طلا محاسبه میشه. ما میبینیم که در بازار جهانی یه هفته هستش که قیمت طلا ثابته، اما در ایران همون قیمت طلا 7 برابر افزایش پیدا میکنه، چون که دلار یهو 7 برابر گرون شده. پس قیمت طلا بر اساس قیمت دلار افزایش پیدا میکنه. حالا توی مسکن چرا این اتفاق میفته؟ اصلا چه ربطی داره دلار به مسکن؟ ببینید یکی از ما دارم ساده بهتون توضیح میدم، از ادبیات اولمبه استفاده نمیکنم که بتونیم به یه نتیجه برسیم که اگه شما هم خواستید برید برای یه کسی داستان رو تعریف بکنید بگید چه اتفاقی میفته، کاملا متوجه بشید. من این پیامم برام اومد چون ای خدا. ببینید توی ساخته مسکن یه چارچوبی لازمه دیگه. آهنالات اون ساختمونه که معمولا از ورقه‌های فولادی استفاده میکنن، از پروفیل‌های قوطی استفاده میکنن، از تیراهن استفاده میکنن یا از میلگرد، برای اینکه بخوان اسکلت یا چارچوبی ساختمون رو بیارن بالا. از این مصالح بازار آهنالات و فولاد استفاده میکنن برای اینکه یه ساختمون رو بسازن. علاوه بر اون سیمان و گچ هم هست، قطعات الکترونیکی هست، نمیدونم پریز و دکمه و سیم و اینا هم هست برای اینکه یه خونه کاسه توالت و دستشویی و همه اینا هم هست. نمیدونم آشپزخونه‌اش، نمیدونم اون کمداش هست، آسانسور هست، چیزهای مختلف هست برای اینکه حالا بعضی خونه ممکن است آسانسور چیزای مختلف، پنجره هست، در و پنجره و چیزا. خب این مصالح ساختمونی و مواد اولیه ساختمونی خیلی هاشون واردات، یعنی وارد میشن به کشور مصالحشون، و خیلی هاشون بر اساس قیمت دلار تأثیر میذاره روشون. اون کلید پریز داره، اون بازار فولاد، مخصوصا بازار فولاد که با بازارهای جهانی داره مقابله میکنه و داره بحث صادرات واردات اتفاق میفته. وقتی ما شاهد افزایش قیمت دلار باشیم، طبیعتا آهنالات هم افزایش قیمت دارن، سیمان و گچ و چیزهای مختلف هم افزایش قیمت دارن به توجه به قیمت دلار، چون اون کارخونه گچ هم یه سری مواد اولیه‌اش، یه سری قطعات خود کارخونه‌اش، مثلا کیتیش تو اون دستگاهش خراب بشه بعد وارد بکنه، با توجه به قیمت افزایش پیدا کرده دلار اونم کیتش رو گرونتر میکنه، طبیعتاً تأثیر داره. اون خودرو، قیمت مسکن رو بهتون گفتم که چه اتفاقی میفته. این ماشینایی که باهاشون حمل و نقل اینا رو انجام میدن وقتی گرون بشن، حالا سوخت هم یه تأثیر دیگه میذاره، اما خب ارزش معنوی اون کالا هم، مادیش هم اون کالا هم خیلی مهمه. پس همه اینها مثل یک تیکای پازل وقتی دور هم دیگه قرار بگیرن، اون افزایش 70% قیمت دلار میاد خودش رو غالب میکنه به قیمت مسکن. چون من بعضا وقتی میام اعلام میکنم آقا ما قیمت مسکنمون 4 ماه دیگه افزایش پیدا میکنه، بعد جالبم از یه پیامای من دریافت میکنم آقا تو وصلی به برای بچه داخل، احتمالاً بچهای داخل بهت آمار میدن قرار افزایش قیمت. این اصلا ربطی به این قضیه نداره. شما کاملا یه 2 تا 4 تا تحلیلی انجام بدید متوجه خواهید شد. نفر اول اون مملکت، اون خامنه‌ای، و باید برید به سخنرانیاش گوش بدید، نه اینکه برید ازش درسی زندگی یاد بگیرید. تو اون مملکت نفر اوله، وقتی میاد پشت تریبون میگه آقا ما وضعیت اقتصادی جالبی نداریم و صادراتمون و وارداتمون باید خودکفا بشه، طبیعتا با همین یک کلمه‌ای که از دهنش در میاد فرداش دلار 2000 تومان گرون میشه.
و یه هفته بعدش ممکنه اتفاق بیفته. مرور کردن اخبار، مرور کردن صحبت‌های آدم‌ها، تحلیل و آنالیز کردن بازار باعث میشه که شما ممکنه بعضی وقتا سرمایه‌تون هم افزایش پیدا کنه. خرید و فروش کردن هم میتونه به شما سود برسونه. و من هم همیشه تو زندگیم خودم من یکی از کسایی بودم که سعی می‌کردم تو زندگیم خرید و فروش انجام بدم و بیزینس بکنم و همه اینها رو بر اساس تحلیل هایی که توی بازار اتفاق میافتاد انجام دادم. میدونستم الان دلار افزایش پیدا کرده، ملک افزایش پیدا میکنه. میدونستم خب با این تحلیلی که اتفاق افتاده دلار مثلا 6-7 هزار تومان گرون شده چون توی مقطع اومد پایین دلار و تاثیرش رو توی بازار مسکن و سایر موضوعات گذاشت. پایین میخری بالا میفروشی، بالا میخری پایین میفروشی. اینا چیزایی هستش که بعد حالا خیلی از رسانه ها نمیگن، یا اون کارشناسی که میاد میشینه جلوی دوربین و صحبت میکنه انقدر با ادبیات قلم به سلم، انقدر با ادبیات سنگین صحبت میکنه که مردم متوجه نمیشن که اصل داستان چیه و چه جوری داره این قضیه تاثیر میذاره. الان که دلار داره میشه 50,000 تومان، داره میشه 60,000 تومان، اگه الان تو بری مسکن بخریش تاثیرش 6 ماه دیگه تو بازار مسکن و خودرو میذاره. پس من از الان به بعد برم سرمایه گذاری بکنم تا 6 ماه دیگه ارزش پولم از دست نره. امیدوارم این ویدیو رو به اشتراک بذارید چون معمولا این ویدیوهای این تیپی رو حالا مخاطبای خاص خودش رو داره. مردم معمولا ویدیوهای زرد رو بیشتر دوست دارن، خودمونیم. اما امیدوارم که این ویدیو استقبال خوبی ازش بشه. لطف کنید اگر دوست داشتید ویدیو رو به اشتراک بذارید برای دوستان خودتون و کامنت بذارید، نظرتون رو بگید و اگر هم حال کردید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید. ممنون از شما.